و باید قید کنیم که مهاجرت و مهاجرت مهنتی یک روند معمولی در جهان امروزه است و تاجیکستان هم از این روند قفا نمانده است و ما یکی از دولت‌هایی که مهاجران بسیاری داریم و مهاجران این یک قشر آسیب‌پذیر جامعه میباشند. یعنی با آنها کار کردن آسان‌تر است و آنها رو مغزشویی کردن آسان‌تر است. یکمش این که بسیاری از مهاجران که میروند سوادی حقوقی ندارند. یعنی ما شاهدی آن گشته ایستادیم، متاسفانه همین خیلی حالت‌ها هستند که مکتب رو تمام میکند، صنف 11 رو تمام میکند و همین خیلی از همونجا اتستاتش رو گرفته ایرپورت میرد و از ایرپورت به مهاجرت مهنتی. و در مهاجرت مهنتی بسیار سبب‌های دیگری میتوانند که بر این تاثیرگذار باشند، یعنی سبب‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی